قانون 11 دیگران را به خودتان وابسته نمایید. داوری: اگر می‌خواهید همیشه استقلال داشته باشید، باید دیگران را به خودتان وابسته نمایید. باید دیگران به شما احتیاج داشته باشند و شما را بخواهند. هر چقدر که دیگران به شما بیشتر اتکا کنند، شما آزادی بیشتری خواهید داشت. به شکلی رفتار کنید که دیگران موفقیت و خوشبختیشان را مدیون شما باشند. به این شکل دلیلی برای ترس باقی نمی‌ماند. هیچ وقت به مقدار لازم اطلاعات را در اختیار آنها نگذارید، چون با این کار می‌توانند بدون وجود شما خودشان آن کار را انجام دهند. دو اسب باربر همراه هم بار را می‌بردند. اسبی که در جلو بسته شده بود خیلی خوب حرکت می‌کرد، ولی اسب عقبی تنبل بود. صاحب اسب‌ها مقداری از بار اسب عقبی را بر روی بار اسب جلویی گذاشت، ولی اسب عقبی همچنان تنبلی می‌کرد. به مرور همه بار او را به اسب جلویی انتقال داد. بعد اسب عقبی نفسی راحت کشید و به دوست خود گفت: تو دیوانه هستی؟ باید زحمت بکشی و عرق بریزی. هرقدر بیشتر کار کنی بیشتر بدبخت می‌کشی. در طول راه صاحب اسب‌ها دائم در فکر بود. وقتی به مقصد رسیدند با خودش گفت: وقتی تمام بار را این اسب میتواند ببرد، پس چرا باید علوفه 2 تا اسب را بدهم؟ پس بهتر است به اسبی که بار میبرد هر چقدر که میخواهد علوفه بدهم و آن یکی اسب را سر ببرم. حداقل میتوانم از پوستش استفاده هم بکنم. و بعد همان کار را کرد. سرپیچی از قانون. در قرون وسطا سرباز شجاعی که اسمش مشخص نیست، شهرش سینا را از چنگ متجاوزگران بیگانه نجات داد. مردم قدردان سینا در این فکر بودند که چگونه میتوانند به این کار او پاداش بدهند. با پول یا اعتبار نمیتوانستند این کار با ارزش او را تلافی کنند. به همین خاطر مردم قدرشناس شهر با هم توافق کردند که آن سرباز شجاع را حاکم شهر کنند. ولی به نظر آنها این کار هم نمیتواند زحمت او را تلافی کند. در نهایت یک نفر بقیه مردم را ساکت کرد و گفت: فکری به ذهنش رسیده. او در برابر مردم ایستاد و گفت: بهتر است او را بکشیم و بعد به عنوان ناجی مقدس شهر او را بفرستیم. همه مردم با حرف او موافقت کردند و این روش از سرباز شجاع قدردانی کردند. کنت کارمالیون جسورترین و موفق‌ترین فرمانده سپاه بود. او در سال 1442 یعنی اواخر عمرش به استخدام شهر ونیز درآمد. ونیز اخیراً گرفتار جنگ فرسایشی با فلورانس شده بود که یکباره کنت را به ونیز خواستند. او در میان مردم شهر و محبوبیت خاصی که داشت و مردم با احترام و شکوه از او استقبال کردند. آن شب کنت در کاخ قاضی کل مهمان بود، ولی در مسیر کاخ فهمید که محافظان به جای کاخ او را در مسیر دیگری میبرند. وقتی از پل معروف سایس رد شدند، ناگهان نقشه آنها را دید و متوجه شد که او را به زندان میبرند. کنت را به جرم ناروا محکوم کرده بودند و فردای آن روز وسط میدان سن مارکو در برابر چشمان وحشت‌زده مردمی که نمی‌دانستند چطور در این مدت کوتاه همه چیز عوض شده سرش را جدا کرد. تفسیر: اکثر دلاوران دوران رنسانس ایتالیا سرنوشتی شبیه ناجی مقدس شهر سینا و کنت کارمانیلو داشتند. آنها در نبردهای گوناگون به پیروزی‌های پشت سر هم می‌رسیدند، ولی یکباره تبعید و زندانی و بعد هم اعدام می‌شدند. موضوع بر سر قدرشناسی مردم نبود، بلکه علتش این بود که داوران دیگری بودند که به همان اندازه شجاع و قدرت داشتند. پس خیلی راحت جانشینی برای آنها پیدا می‌شد. از طرف دیگر هم هر قدر دلاوران جنگجو سنشان بیشتر می‌شد، انتظارات بیشتری داشتند و در مقابل خدماتی که انجام می‌دادند درخواست پول بیشتری می‌کردند. بنابراین مقامات هم تصمیم گرفتند که آنها را از دور حذف کنند و یک دلاور جوانتر با قیمت پایینتر استخدام کنند. کنت کارمانیول که به کار خودش مغرور بود و کاملا مستقل بود، همچنین سرنوشتی داشت. او قدرت خود را غیر قابل نفوذ می‌دانست، ولی شاید بهتر بود که از پیش اطمینان پیدا می‌کرد که هیچ جانشینی برای او وجود ندارد. این سرنوشت افرادی است که دیگران را به خودشان وابسته نمی‌کنند. بالاخره شخصی جوانتر، پر انرژی‌تر، ارزان‌تر و با خطری کمتر پیدا می‌شود تا همان کارها را انجام دهد. پس یاد بگیرید و تنها فردی باشید که کارتان را به درستی انجام می‌دهید. نیروهای جوانتر را طوری به خودتان وابسته نمایید که نتوانند به راحتی شما را کنار بگذارند. یک گربه در حال پرسه زدن بود. خانمی به این گربه نگاه می‌کرد. این خانم لبخند زد و یک کاسه شیر گرم مقابل گربه گذاشت و گفت: گربه عزیز، تو هم مثل یک انسان باهوش هستی، ولی فراموش نکن که به انسان یا سگ فرق داری و از جنس آنها نیستی. من نمیدانم آنها وقتی وارد خانه میشوند چه کار میکنند. گربه گفت: خب به من چه ربطی دارد؟ اگر من جایی کنار آتش داشته باشم،
و در روز 3 وعده شیر گرم داشته باشم برایم اهمیتی ندارد که انسان یا سگ قادرن چه کارهایی انجام دهند که من نمیتوانم. از آن به بعد از هر 5 تا آدم 3 نفر آنها هر وقت گربه را میدید به طرف سنگ پرتاب میکرد و تمام سگ‌ها آنقدر به دنبال گربه میدویدند تا بالاخره گربه از یک درخت بالا برود. ولی گربه ها هم خصوصیات خودشان را دارند. آنها موشها را میگیرند و وقتی درون خانه هستند تا وقتی کسی به کارشان نشته باشند به او مهربان هستند. ولی وقتی کسی دومشان را لگد کند پس از رسیدن شب تنها قدم میزنند و همه جا برایشان یکسان خواهد شد. سپس به طرف بیشهزار مرطوب یا جنگل خیس یا پشت بام‌های باران خورده می‌روند و دوم تکان می‌دهند و تنهایی راه می‌روند. رعایت قانون. در سال 1848 وقتی اوتو فون بیسمارک به سمت معاونت مجلس پروس انتخاب شد، فقط 32 سال سن داشت. او متحد یا دوستی نداشت. وقتی اطرافش را نگاه کرد، تصمیم گرفت در عوض دوستی با آزادیخواهان، محافظه‌کاران، وزیر و وکیل و یا حتی اشخاص عادی با پادشاه فردریک ویلیام چهارم متحد شد. این انتخاب بسیار عجیب بود، چون فردریک در حال از دست دادن قدرتش بود. فردریک مرد ضعیف و متزلزلی بود که اکثر مواقع خودش هیچ ایده‌ای نداشت و تسلیم حزب آزادیخواهان مجلس میشد. او ترسو و بزدل بود. بیسمارک شخصیت او را نه در زندگی شخصی و نه در سیاست قبول نداشت، ولی همیشه از او دفاع میکرد. وقتی وزیران پادشاه فردریک را برای کارهای غیرمنطقی توبیخ می‌بردند، بیسمارک از او حمایت میکرد. در سال 1851 بیسمارک بالاخره نتیجه حمایت‌های خود را دید. او به عنوان وزیر وارد کابینه دربار شد. اکنون که قدرت بیشتری به دست آورده بود، پادشاه را تشویق میکرد تا ارتش را به قدرت برساند. در برابر آزادیخواهان بیستند و کارهایی را بکنند که بیسمارک به او میگوید. بیسمارک نقاط ضعف فردریک را میپوشاند و از او مردی مغرور و محکم ساخت. سپس به مرور قدرت از دست رفته پادشاه را به او برگرداند و دوباره پادشاه قدرتمندترین شخص پروس شد. در سال 1861 وقتی فردریک از دنیا رفت، برادرش ویلیام جانشین او شد. ویلیام از بیسمارک نفرت داشت و دلش نمیخواست او را در دربار نگه دارد، ولی دشمنان زیاد و حریصی در دربار بودند که میخواستند قدرت از دستشان در بیاورند. او با این فکر قدرت لازم برای روبرویی با این شرایط خطرناک ندارد، تصمیم گرفت حکومت را واگذار کند. بیسمارک دوباره دخالت کرد و نگذاشت پادشاه از مقام خود استعفا دهد. او در کنار پادشاه تازه ایستاد و به او قدرت داد و مجبورش کرد مسلح و محکم عمل کند. پادشاه برای دور کردن دشمنانش کم کم به مکر و حیله‌های هوشمندانه بیسمارک وابسته شد. بعد از مدتی با وجود تنفری که از بیسمارک داشت، او را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. آن دو غالبا بر سر سیاست‌ها با هم جر و بحث می‌کردند. بیسمارک فرد محافظه‌کاری بود، ولی پادشاه به خوبی می‌دانست که به او وابسته است و هر دفعه که نخست وزیر او را تهدید به استعفا می‌کرد، پادشاه به اجبار تسلیم او می‌شد. در واقع بیسمارک سیاست اصلی کشور را تعیین کرد. بعد از سالها با تلاش بیسمارک به عنوان نخست وزیر، اتحاد میان ایالت‌های آلمان ایجاد شد و یک کشور متحد تشکیل شد. این دفعه بیسمارک پادشاه را فریب داد تا خودش امپراتور آلمان شود. به این شکل تحت عنوان صدراعظم امپراتور برگزیده شد و قدرت زیادی کسب کرد. تفسیر: اغلب سیاستمداران جوان و خوش‌آتیه که به دنبال جایگاه قدرتمندی در حوزه سیاسی آلمان در دهه 1840 بودند، سعی داشتند با نزدیک شدن به افرادی که در آن دوران قدرت بسیاری داشتند برای خودشان قدرتی کسب کنند. ولی بیسمارک با دیگران تفاوت داشت. او تصور می‌کرد اتحاد با اشخاص قدرتمند کار احمقانه است. او اعتقاد داشت افراد قدرتمند یکشبه انسان را نابود می‌کنند، همان گونه که قاضی ونیز کنت کارمانیول را نابود کردند. اگر کسی از اول قدرت داشته باشد، هیچ‌وقت به شما وابسته نخواهد شد. اگر بلند پرواز هستید، کار عاقلانه این است که به دنبال یک مقام ضعیف باشید و او را به خودتان وابسته کنید. در این صورت شما قدرت، هوش و نقطه اتکای آنها می‌شوید. آن وقت اگر بخواهید شما را سربنیز کند، همه قدرتش را از دست می‌دهد. احتیاج است که تمام جهان را اداره می‌کند. مردم به ندرت کاری انجام می‌دهند، مگر اینکه مجبور باشند. اگر مردم به شما نیاز داشته باشند، با اولین فرصتی که به دست می‌آورند شما را از دور حذف خواهند کرد. بهتر است قوانین قدرت را به خوبی بشناسید و کاری کنید که دیگران به شما احتیاج داشته باشند. به گفته بیسمارک، نقاط ضعف دیگران را با خون و آهن خود بپوشانید. به این صورت همان گونه که ماندن بیسمارک موجب بقای پادشاه می‌شود، شما هم بدون فشار و سختی از طرف رئیس یا مقام بالادستی خود از همه فواید قدرت بهره مند می‌شوید. کلیدهای قدرت: برترین قدرت این است که کاری بکنید تا دیگران بر طبق خواسته شما رفتار کنند. اگر این کار را بدون ناراحت کردن آنها یا مجبور کردنشان انجام دهید، در این صورت قدرت غیرقابل توصیفی دارید.
بهترین راه دستیابی به این موقعیت وابستگی است. مثلا وقتی رئیستان به کار شما احتیاج دارد یا خودش ناتوان و ضعیف است یا نمیتواند بدون حضور شما کار کند، شما هم به کار او محکم پیوند خورده‌اید و اگر بخواهید بدون حضور شما کارش را ادامه دهد، مشکل بزرگی برایش ایجاد می‌شود یا مجبور است زمان زیادی را برای آموزش یک شخص دیگر بگذارد. وقتی چنین رابطه‌ای ایجاد می‌شود، شما به برتری خواهد رسید و می‌توانید رئیستان را مجبور کنید تا مطابق خواسته شما رفتار کند. بیسمارک نیازی به زور اجبار نداشت. او به راحتی به فردریک و برادرش فهماند که اگر خواسته های او انجام نشود آنها را ترک می‌کند. آن دو هم خبر داشتند اگر بیسمارک ترکشان کند کارشان روی زمین می‌ماند. پس هر دو برادر بدون هیچ مخالفتی برنامه‌های بیسمارک را عملی می‌کردند. متأسفانه بعضی از اشخاص که تعدادشان هم کم نیست به اشتباه تصور می‌کنند بهترین و برترین نوع قدرت استقلال است. قدرت ارتباط میان افراد را نشانه می‌گیرد. همیشه به یک متحد گروگان یا رئیس ضعیفی نیاز دارید که سپر بلای شما باشد. تنها کسانی دارای استقلال کامل هستند که در یک کلبه در جنگل زندگی می‌کنند. این عده کاملا آزاد هستند و هر طور که دوست داشته باشند رفتار می‌کنند، ولی در واقع هیچ قدرتی ندارند. بهترین حالت این است که دیگران را به شدت به خودتان وابسته کنید و از استقلال معکوس پی ببرید. یعنی احتیاج شدید آنها نسبت به شما موجب آزادی عمل شما می‌شود. لویی 11 پادشاه بزرگ فرانسه نقطه ضعف بزرگی داشت. این نقطه ضعف مرد پیشگوی دربارش بود. لویی این پیشگو را واقعا ستایش میکرد. تا یک روز او پیشبینی کرد تا 8 روز دیگر یکی از زنان دربار میمیرد. وقتی پیشبینی او به واقعیت پیوست، لویی وحشت کرد. او میترسید که شاید این مرد پیشگو برای اینکه ادعای خود را اثبات کنه آن زن را کشته، یا شاید آنقدر در کارش مهارت دارد که قدرتش تهدیدی برای خود لویی محسوب شود. به همین خاطر تصمیم گرفت مرد پیشگو را بکشد. یک روز قبل از غروب آفتاب، لویی از مرد پیشگو خواست تا بالای قله برود. قبل از اینکه پیشگو به آنجا برسد به خدمتکاران خود گفته بود که با اشاره پادشاه پیشگو از پنجره به پایین پرتاب کند. وقتی پیشگو خدمت پادشاه رسید، پادشاه وسوسه شد که قبل از اشاره آخرین سوالش را هم بپرسد. لویی از او پرسید: تو ادعا می‌کنی که از عالم غیب خبر داری و سرنوشت دیگران را می‌دونی. حالا بگو سرنوشت خودت چیست و تا کی زنده هستی؟ پیشگو گفت: من دقیقاً 3 روز پیش از شما می‌میرم. پادشاه به خدمتکارانش اشاره نکرد و پیشگو به خاطر زرنگی جانش نجات یافت. از آن روز به بعد پادشاه تا آخر عمر از پیشگو مراقبت کرد. برای او هدایای گران قیمتی می‌فرستاد و از بهترین پزشکان دربار برای حفاظت از جان او استفاده کرد. پیشگو فقط به خاطر اثبات قدرتش سالها بعد از لویی همچنان در دربار ماند. اگر دیگران را به خودتان وابسته نمایید به شکلی که ترک آنها برایشان مثل فاجعه یا شاید مرگ باشد، در آن صورت رئیستان هیچ وقت جرئت نمی‌کند که به اخراج شما فکر کند. برای دستیابی به چنین قدرتی راه‌های زیادی وجود دارد. بهترین راه این است که مهارت و استعداد خلاقانه و خاصی داشته باشید که به راحتی نتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد. در دوره رنسانس بزرگترین سدی که سر راه موفقیت این نقاش بود، پیدا کردن یک حامی قوی بود. میکلانژ در این زمینه بسیار موفق بود چون حمایت پاپ جولیوس دوم را داشت. یک روز میان او و پاپ در مورد ساخت مقبره مرمری پاپ مشاجره شدیدی در گرفت و میکلانژ با دلخوری از روم رفت. اطرافیان در نهایت تعجب می‌کردند که پاپ نه تنها میکلانژ را بیرون نکرد، بلکه سفیر را دنبال او فرستاد و به شیوه خودش از او خواست تا برگردد. پاپ می‌دانست که میکلانژ به راحتی می‌تواند یک ارباب دیگر پیدا کند، ولی او هیچ وقت نمی‌تواند هنرمندی مثل میکلانژ به دست بیاورد. نیازی نیست که استعداد میکلانژ را داشته باشید، فقط کافی استعداد یا مهارت خاصی داشته باشید تا بقیه مردم مجزا باشید. همیشه یک حامی یا یک رئیس دیگری در نظر داشته باشید، ولی کاری کنید که رئیس کنونیتان نتواند شخصی با خصوصیات خاص شما بیابد. اگر چنین موقعیتی ندارید، سعی کنید راهی پیدا کنید که اینطور به نظر برسید. وانمود کردن اینکه مهارت یا توانایی خاصی دارید راه فراری است و افراد بالادستی خود را گول بزنید و آنها فکر کنند که بدون حضور شما نمیتوانند کارهایشان انجام دهند. وقتی گفته میشود سرنوشت یک شخص به سرنوشت شخص دیگری پیوند خورده است، منظورم همین است. باید مثل یک پیچک رونده به طور قدرت واقعی بپیچید، به صورتی که قطع کردن شاخه‌های شما برای قدرت موجب دردسر شود. اگر خودتان را دور قدرت واقعی نپیچید، فرد دیگری این کار را می‌کند و تا وقتی به او نیاز داشته باشند و کسی را پیدا نکنند که جایگزین او باشد، در زنجیره می‌ماند. یک روز رئیس مؤسسه تصویر کلمبیا، هری کوهن، در دفتر خود نشسته بود. عده‌ای از مدیرانش با دلخوری برای دیدار با او آمدند. در سال 1951 کمیته اقداماتی بر علیه آمریکا محکم و دستگیر کمونیست‌ها را به نهایت رساند. مدیران برای او خبر ناگواری داشتند. یکی از کارکنان که یک نمایشنامه‌نویس به اسم جان هاوارد لاوسون بود، او را به عنوان کمونیست شناسایی کرده. آنها دو راه در پیش داشتند:
یا مجبور بودن از دست او خلاص شوند یا کمیته نسبت به آنها خشمگین میشد. پری کوهن یک آزادیخواه نبود، او همیشه یک جمهوریخواه تندرو بود. سیاستمدار محبوب او بنیتو موسولینی بود. حتی یک بار او را ملاقات کرده و تابلو او هم در دیوار اتاقش نصب کرده بود. هر وقت که کوهن از کسی خودش نمیآمد، لقب کمونیست پس‌فطرت را به او می‌داد. مدیران مطمئن بودند که این دفعه هم چنین اتفاقی می‌افتد، ولی کوهن با خونسردی گفت لاوسون را اخراج نکنند. او به شدت به لاوسون وابسته بود. لاوسون یک نویسنده خوب بود و او را نگه داشت. با وجودی که در هالیوود نویسنده خوب زیادی بود، ولی لاوسون نویسنده هنرپیشه مشهور آمریکایی هامفری بوگارت بود. بوگارت نیز یکی از ستارگان کلمبیا محسوب می‌شد. اگر کوهن لاوسون را اخراج می‌کرد، سود زیادی را از دست می‌داد. برای او حفظ این رابطه آنقدر ارزش داشت که تمام شرایطی که کمیته بر علیه لاوسون پخش کرده بودند را تحمل کرد. هنری کیسینجر موفق شد از توطئه‌های زیادی که مخالفینش در کاخ به سفید نیکسون برای او میچیدند به سلامت بیرون بیاید. علتش این نبود که او بهترین دیپلماتی بود که نیکسون میتوانست بیاید. اشخاص دیگری نیز در مذاکره قدرت زیادی داشتند. حتی به این خاطر هم نبود که او و نیکسون خیلی خوب با هم سازش میکردند. در حقیقت آنها به هیچ عنوان با هم سازگاری نداشتند. علت آن نظرات و سیاست مشترکشان هم نبود. کیسینجر سلامت ماند، زیرا به قسمت‌های مختلف و اصلی سیاست نفوذ کرده بود و نیکسون خیلی خوب آگاه بود که بر برکناری او و موجب هرج و مرج می‌شود. قدرت میکلانج به مهارتش در نقاشی وابسته بود. قدرت کیسینجر وسعت بسیاری داشت. برگ برنده او این بود که خودش را در قسمت‌های گوناگون مدیریت کشوری وارد کرده بود. این برگ برنده برای او حامیان و متحدان زیادی در بر داشت. هیچکس جسارت ندارد حتی به اخراج شما فکر کند. یکی از راه‌هایی که می‌توانید دیگران را به خودتان وابسته کنید استفاده از شیوه جاسوسان است. وقتی از اسرار دیگران آگاه باشید یا در مورد آنها اطلاعاتی داشته باشید که دوست ندارند پخش شود، سرنوشت خودتان را به سرنوشت آنها پیوند می‌زنید. به این ترتیب آنها نمی‌توانند به شما ضربه بزنند. مقامات سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی سالیان زیاد در جایگاه خود می‌مانند. آنها می‌توانستند شخصی را پادشاه کنند یا او را از مقام پادشاهی برکنار کنند، ولی این مقام به قدری ترسناک و ناامن بود که ناخودآگاه قدرتش را خنثی می‌کرد. این گونه مواقع از خودتان سوال کنید: قدرتی که موجب سلب آرامش می‌شود چه سودی دارد؟ آخرین هشدار: هیچ‌وقت وابستگی زیاد فرد بالادستی را با محبت و علاقه او اشتباه نگیرید. امکان دارد این رفتار خوب او به خاطر ترس از دست دادن شما باشد. ماکیاولی میگوید بهتر است از شما بترسم تا دوستتان داشته باشم. ترس قابل کنترل است ولی عشق هرگز. وابستگی‌های عاطفی مثل عشق و علاقه آنقدر متغیر و ظریف است که فقط باعث ایجاد ناامنی و یأس می‌شود. بهتر است دیگران برای ترس از دست دادن شما وابسته شوند تا به خاطر عشق و علاقه. یک درخت تاک جوان بود که به خودش خیلی می‌بالید. او در پی این بود تا خودش را به دیگران نشان دهد و وسعت یابد. در نزدیکی او درخت تاک بلند و محکمی بود که تاک جوان از پیچیدن به دور او خودداری می‌کرد. درخت نارونی که کنارش بود به او پیشنهاد داد تا کمکش کند. نارون به خاطر اینکه هیچ تکیه‌گاهی نداشت قدش کوتاه بود و شاخه‌های دراز و نازکش روی زمین افتاده بود. تاک جوان پس از شنیدن این پیشنهاد با نفرت به همسرش گفت احتیاجی به کمک او ندارد. درخت نارون گفت ای بوته خودخواه بیچاره، نمی‌بینی چقدر رشد تو بی‌ثبات و کند است؟ اگر در پی استقلال واقعی هستی باید تمام شیرت را برای تقویت تنه خودت صرف کنی، نه دستان دراز و باریک و بی‌فایده را دائم اضافه کنی. تو فقط منبع تغذیه خود را هدر می‌دهی و همین زودی شاخه‌هایت روی زمین می‌افتد. با وجودی که بسیار از انسان‌های مغرور از تو حمایت می‌کنند تا به خاطر عجیب و غریب بودنت به آنها کمک کنی، شاید هم بتوانند درباره استقلال خود گزافه بگویند، چون خودشان بهتر از هر کسی می‌دانند این استقلال پوچ و خالی است. تصور کنید درخت تاک تیغ‌دار، ریشه‌هایش در عمق زمین جا گرفتند. شاخه‌هایش روی زمین از روی بوته رد می‌شود و خودش را به درخت‌ها، تیرک‌ها یا لبه‌های پنجره می‌پیچد و به سمت بالا می‌رود. او آگاه هست که رها شدن دست او با وجود این همه تیغ کار دشوار و خطرناکی است. به همین خاطر دیگران ترجیح می‌دهند که کاری به کار او نداشته باشند تا همینطور بالا برند. سخن بزرگان: کاری کنید تا دیگران وابسته شما شوند. مطمئنا این وابستگی بیش از ادب و فروتنی به سود شما خواهد. وقتی کسی تشنگی خود را رفع کند فوراً پشتش را به چاه می‌کند، چون دیگر نیازی به آب ندارد. وقتی وابستگی تمام می‌شود ادب و خوشرفتاری و احترام از بین می‌رود. اولین درسی که باید بیاموزید این است که همیشه دیگران را امیدوار نگه دارید، ولی هیچ وقت آنها را راضی نکنید. اگر از این روش استفاده کنید دیگران به شما احتیاج دارند. استثناء: بعضی از افراد در این قانون نقاط ضعفی دارند. نقطه ضعف این است که در روند وابسته کردن دیگران ممکن است خودشان هم تا حدودی به شخص مقابل وابسته شوند.
باید مراقب باشید روی پای خودتان بایستید و به هیچ کس وابسته نشید. جی پی مورگان و جان دی راکفلر از انحصار طلبی چنین هدفی داشتند. آنها می‌خواستند همه رقبا را پس بنزنند و خودشان اداره همه چیز را در دست بگیرند. سعی کنید در دوران فعلی بازار یک کالا را در انحصارتان درآورید. البته این مقدار استقلال میتواند شما را به انزوا بکشد. انحصار میتواند افراد را درونگرا کند، به اشاره که این عده از درون محتمل میشود در طولانی مدت باعث نابودیشان میشود. آنها غالبا باعث خشم و عصبانیت دیگران میشود، به طوری که هوشمندان با هم متحد میشوند. ثابت شده که اکثر مواقع انگیزه کنترل کامل اوضاع مخرب و بیهوده است. استقلال طلبی غالبا خطرناک است. در عملی کردن این قانون در طی موارد استثنا نباشید، بدون که فشار زیادی متولد شوید در رأس بایستید و دیدن رئیستان که حالا زیر دستتان است لذت ببرید.